سلام و عرض خسته نباشید خدمت همه بچه‌های عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه، سالم و سلامت باشید. چه خبرها بچه‌ها؟ خوبید؟ اوضاع احوال چطوره؟ خوش میگذره؟ بچه‌ها من یه توضیحاتی بهتون راجع به کلاس امروز بدم، چون خیلی از بچه‌ها تازه به جمع ما اضافه شدن. خوش اومدید به کلاس ریاضی انسانی. ایشالله که بتونیم در کنار همدیگه رتبه های بسیار عالی و خوبی داشته باشیم. ببینید بچه ها، ما تا الان کاری که انجام دادیم چیه؟ ببین ما راستش بچه کلن چند جلسه کلاس اومدیم؟ 2 جلسه. یعنی ما کل جلساتی که با هم داشتیم یه جلسه 1 بوده، یه جلسه 2 بوده دیگه. 2 جلسه ما کلن بیشتر کلاس نداشتیم که در واقع میخوام راجع به اینا صحبت کنم. بچه‌هایی که تازه به جمع ها اضافه شدن باید چیکار کنن؟ راهشون چیه؟ حالا بچه‌هایی که در واقع شروع از مردادن. بچه‌ها من تو کانالم اشتباهی نوشتم کلاس ساعت 2. اشکال تایپی بوده، یعنی دستم خورده بود 2 تایپ شده بود، و الا کلاس همون ساعت 1. گرفتی؟ کلاس همون ساعت 1. اشکال تایپی بود خلاصه دیگه، شرمنده دیگه شما میدونید که کلاستون 1. خب ببین بچه‌ها، جلسه اول ما یه مقدار روی محاسبات دوره راهنمایی و دوره اول کار کردیم. یعنی اگر یه دانش آموزی مثلا ضعف داره توی محاسبات ببینه، ولی خیلی اصلا به این جلسه هیچ ربطی نداره. خب ما جلسه دومم یه مقدار باز محاسبات کار کردیم دوره اول، که مثلا یه ساعت اینا کار کردیم، که اینم من هیچ موقع سالهای قبل درس نمیدادم، امسال این کارو کردم. ولی اینجا بچه‌ها من اومدم آمار رو شروع کردم. آمار چیا رو توضیح دادم؟ میانه رو توضیح دادم. خیلی درس سبکی دادم، یعنی مثلا شما کافیه که مثلا امروز بعد کلاس بشینید جلسه دوم و این تیکه‌شو ببینید. مثلا آمار شروع میشه، میانه و چارک ها مثلا چیه و مثلا مد چیه، یا مثلا نمودار جعبه‌ای چیه، که امروز هم اینا رو باز کار میکنیم. فکر کنم همینا رو گفتم بچه دیگه. چیز دیگه گفتم؟ دامنه تغییرات رو گفتم، با دامنه میان چارکی رو گفتم. اینا رو فقط گفتم دیگه. اینا چیزایی بود که جلسه قبلی راجبش صحبت کردیم. یه بخش کوچیکی از آمار رو درس دادیم که در واقع شما اگر این 2 جلسه رو دیدی که هیچی. اگر یه دانش آموزی مثلا هستش که خب این 2 جلسه رو ندیده، جلسه اگر میخوای زود دیگه همه چی جمع بشه، اگر محاسباتت بدک نیست، محاسبات رو ولش کن، از آمار مثلا شما میتونی در واقع روی هم دیگه فکر کنم یه ساعت و نیم اینا آفلاین ببینید. خب با یه ساعت و نیم میتونید کارتون رو جمع کنید. ولی من در واقع یه دوره‌ای میکنم که هم بچه‌هایی که بودن واسه شون دوره بشه، هم بچه‌ای که نبودن بدونن که قصه چی هستش. موافقید بچه‌ها یه دوره با هم دیگه بکنیم بعد درس امروز رو شروع کنیم؟ آره موافقید یه دوره‌ای بکنیم، مباحث جلسه قبل و یه مروری بشه؟ بسیار عالی. ببین بچه‌ها، عرضم به حضورت من یه سری عدد اینجا می نویسم: 1 2 2 3 4 5 6 6 7 7 8 مثلا 9. مثلا میام بذار ببینم چند تا عدد بذارم. مثلا این 2 تا 4 6 8 10 12 مثلا 9 13 مثلا 10 11. بچه ببینید این اعداد رو نگاه کن. فرض کن من بچه یه دونه مثال میزنم، 5 دقیقه 10 دقیقه اینا رو مرور میکنم و میریم سراغ درس امروزمون که ببینیم قصه چطوری. آمار بچه ها، کسایی که جلسه قبل سر کلاس من بودن، آمار چند تا تست تو کنکور داره؟ آمار 4 تست از 20 تست رو داره. 4 تست از 20 تست کنکور رو در واقع به خودش اختصاص میدهد. 20%
در واقع کنکور شماست که واقعا به نظر من نمیشه ازش گذشت و راحت هم از خدایی. خب بچه اینجا چند تا عدد داریم بچه؟ تعداد اینا چند تاست؟ اولین چیز تعداد رو باید بدونید بچه، ما با n نشون میدیم. 2 4 6 8 10 12 14 15 تا عدد اینجا میبینید شما. خب حالا بچه ها 15 ببین توی این مبحث چارک ها و میانه و اینا شما باید چیکار کنید؟ شما باید اعداد رو مرتب کنید که اینجا مرتبه. خب بچه ها میانه اینا چند میشه؟ میانگین رو درس ندادیم بچه ها، من هنوز میانگین درس ندادم بچه ها. میانه اینا چنده؟ دست شما درد. میانه اینا میشه عدد وسطی. بچه ها عدد وسطی اینا چنده؟ خب 15 تا که عدد داری 2 4 6 7 تا این ور 7 تا این ور میشه میانه. میانه میشه 6. بهش میگن چارک 2. میانه اینا 6. خب حالا بچه میانه اینا چنده؟ میانه این وریاش هم میشه؟ میانه این وریاش هم میشه؟ میانه این وریاش هم میشه. خب بچه میانه این وریاش هم میشه؟ میانه این وریا 3. به این میگن چارک اول. میانه اون وریا میشه چارک اول. میانه این وریاش هم میشه وسط اینا چنده؟ 9. به این میگیم چارک سوم. پس میانه یعنی وسطی، چارک اول یعنی وسط این ور، چارک سوم یعنی وسط این ور. حالا دقت کن، اینو به توضیح دادم، اینم به توضیح دادم. حالا دامنه تغییرات یا دامنه کل میشه چی؟ میشه بزرگترین عدد منهای کوچکترین عدد. بچه ها بزرگترین عدد منهای کوچکترین عدد چی میشه؟ بچه ها اینجا من بگید بزرگترین عدد چنده؟ بزرگترین عدد 11، کوچکترین عدد 1. میشه چند؟ میشه 10. پس دامنه کل یعنی بزرگترین عدد منهای کوچکترین عدد. این هم نشون دهنده دامنه کله. حالا میریم سراغ دامنه میان چارکی. بچه دامنه میان چارکی یعنی به زبون انگلیسی چی میگفتیم بچه ها؟ میگفتیم چی؟ دامنه میان چارکی میشه I Q R. بچه ها دامنه میان چارکی یعنی چی؟ که اینجا من نوشتم دامنه میان چارکی یعنی چارک سوم منهای چارک اول. چارک سوم منهای چارک اول میشه 9 منهای 3. 9 منهای 3 میشه 6. 9 منهای 3 برابر 6 میشه که به این میگیم دامنه میان چارکی. حالا بچه های عزیز نمودار جعبه‌ای چیه که تقریبا میشه گفت آخرین نکته‌ای که باید بدونید؟ نمودار جعبه‌ای یه جعبه که مثلا یه خط هم اینجا میکشیم، 2 تا سیبلم اینجا میکشیم. این شکل رو به این شکل میگیم نمودار جعبه‌ای. خب این شکلی که اینجا میبینید نمودار جعبه‌ایه. حالا که این نمودار جعبه‌ای رو شما میبینید توجه داشته باشید که این نمودار جعبه‌ای بچه‌ها چه اتفاقاتی داخلش افتاده. نمودار جعبه‌ای چیه؟ دامنه تغییرات یعنی بزرگترین عدد منهای کوچکترین عدد دیگه. بچه‌ها نمودار جعبه‌ای اینجا یعنی کوچکترین عدد میشه 1. اینجا یعنی بزرگترین عدد میشه 11. اینجا و اینجا و اینجا میشه چارک اول، دوم، سوم. 3 و 6 و 9. دوم، سوم. 3 و 6 و 9. چارک اول، چارک دوم، چارک سوم. این میشه کل درسی که
من تا الان به شما دادم، ولی پیشنهادم بهتون اینه که برید آفلاینش رو نگاه کنید. حالا بچه‌ها اگر مثلا یه مثال بزنم، اعداد 1 1 1 2 2 3 مد اینا چنده؟ مد یعنی عددی که تکرار زیادی داره. بچه ها مد اینجا چنده؟ مد اینجا 1. بچه ها کل جلسه قبل همیناست که یعنی من به جز اینا چیز دیگه ای درس ندادم. من فقط میخواستم قبل کلاسی 10 دقیقه یه کاری کنم که اگر یکی جلسات قبل نبوده بیاد وارد بازی بشه. بچه ها براتون مرور شد همه چی؟ آره؟ الان مرور شد. یه تایید به من میدید؟ اینا میانه، چارک ها، مد، جعبه‌ای، دامنه میان چارکی. یه تایید بدید. این عدد، ببین این عدده، بذار تایید نده اول، سرم این وره، صبر کن. این کمترین عدده، این بیشترین عدده، ماکسیموم مینیموم. این چارک اوله، این چارک دومه، این چارک سومه که اینجا میبینید. خب به این صورت میشه. مد یعنی پرتکرارترین عدد. کیا جلسه پیش نبودن ولی الان فهمیدن؟ کیا جلسه پیش اصلا نبودن ولی الان فهمیدن؟ خب خیلی خوبه دیگه، وضعیت خوبه. کیا جلسه پیش نبودن ولی الان فهمیدن؟ همه چی تو ذهنت ذخیره شد الان، چه قصه شیه. ولی بچه ها ببینید، خواهشاً برید بشینید یه بار اینا رو بخونید. ببین من هر چی که الان بهتون توضیح دادم، خب تست و اینا هم ازش تو کلاس زدم. خب اینا رو بشینید بخونید که دستتون صفر بشه. بعد دیگه ایشالله امروز هم یه ساعت وقت بذارید بعد کلاس بشینید بخونید. خب بریم درس بعدی بچه ها. تکلیف هم واسهتون فرستادم دیگه، یه 25 تا فرستادم چون خیلی درس نداده بودم راستش. خب حال دستمون درد گرفته. خب ببین بچه ها، عرضم به حضور شما که میخوام درس جدید رو شروع کنم. امروز میخوام میانگین رو شروع کنم. بعضی از بچه ها رفتن تستای میانگین هم زدن. بابا وقتی من میانگین درس ندادم تو چرا رفتی تست میانگین زدی؟ چرا اذیت میکنی پسر خوب؟ من اصلا میانگین هنوز درس ندادم. خب ببین آقا، میانگین یعنی چی؟ بذار برم روی برگه سفید. من عشقم برگه سفیده. بچه ها ما میانگین رو چطوری پیدا میکنیم؟ برای پیدا کردن میانگین کاری که من انجام میدم چیه؟ میام مجموع اعداد رو حساب میکنم، تقسیم بر تعدادش میکنم. مجموع اعداد رو تقسیم بر تعداد میکنیم، جمع میزنیم تقسیم بر تعداد. مثلا بچه ها الان در واقع از این نتیجه‌ای که میگیریم چیه؟ اگر اینو طرف این وسط این کنیم، مجموع اعداد مجموع میشه تعداد ضرب در میانگین. مجموع میشه تعداد ضرب در میانگین. خب اینو باید دقت کنید. خب پس بچه ها شما وقتی میخوای میانگین بگیری، جمع میزنی تقسیم بر تعداد میکنی. ما اینو به زبون ریاضی این شکلی مینویسیم. بچه میانگین رو ما تو ریاضی x میذاریم یه خط بالاش. خب این خطی که بالاش میذاری یعنی میانگین، بهش میگن بار، x بار. خب حالا عدد اول یعنی x1، عدد دوم یعنی x2، عدد تا عدد انوم xn. بچه این عددی که این پایینش می نویسن چیا نشون میده؟ این عدده یه جورایی به شما شمارش رو نشون میده. تقسیم بر n میکنیم. این فرمول ریاضیاتیشه. بچه ها پس مجموع، اینا حواستون باشه، مجموع میشه تعداد ضرب در میانگین، میانگین هم میشه مجموع به روی تعداد. حالا یه سوال دارم بچه ها 1 3 مثلا 8، الان میانگین اینا چند میشه؟ خب من اگر بخوام میانگین اینا رو حساب کنم،
میانگین اینا خب باید جمع بزنی تقسیم بر تعداد کنی دیگه. الان من اینا رو جمع میزنم، 1 به علاوه 3 به علاوه 8 به روی 3 جمع میزنم تقسیم بر تعداد میکنم، جمع اینا میشه 12 به روی 3 میشه 4. جمع میزنیم تقسیم بر تعداد میکنیم. خب حالا یه سوال دیگه بچه، اگر میانگین رو داشته باشی 10 تعداد رو داشته باشی 9 مجموع اینا چند میشه؟ اگر میانگین رو داشته باشی تعدادم داشته باشی میتونی بگی مجموعش چند میشه. خب کاری نداره که مجموع رو که میخوای حساب کنی این دوتا رو تو هم دیگه ضرب میکنی میشه 90. میانگین و تعداد تو هم دیگه ضرب بشه مجموع به شما میده دیگه. خب حالا یه نکته تستی بسیار زیبا، یه نکته تستی میخوام این بغل بگم، خیلی میتونه تو حل مسائل بهتون کمک کنه بچه ها. یه نکته تستی، اگر ما اعدادمون به صورتی باشند که هر بار مقدار ثابتی اضافه شود، هر بار مقدار ثابتی اضافه شود، اعداد ما به صورتی باشد که هر بار مقدار ثابتی اضافه بشه. خب اینجا میانگین میشه چی؟ میانگین میشه برابر میانه و میشه عدد اولی به علاوه آخری تقسیم بر 2. اولی به علاوه آخری تقسیم بر 2. خب اگر اعداد به صورتی باشن که یه مقداری اضافه بشه میشه اولی به علاوه آخری تقسیم بر 2. به اصطلاح میگیم دنباله حسابی باشه. حالا اگر بلدید که هیچی، بلدم نیستید منظورم اینه. دقت کنید بچه 1 4 7 10 13 16 19. بچه ها این اعداد رو نگاه کنید، هر بار داره چند تا اضافه میشه بهش؟ میشه بگید؟ هر بار داره چند تا اضافه میشه؟ داره 3 تا اضافه میشه. خب داره 3 تا اضافه میشه، میانگینش چی میشه؟ میانگینش میشه عدد اول به علاوه عدد آخر تقسیم بر 2 که میشه 10. میشه عدد اول به علاوه عدد آخر تقسیم بر 2 که برابر 10 میشه. فهمیدید؟ این اعدادی که داره یه چیز ثابتی بهشون اضافه میشه، مثلا اینجا داره 3 تا اضافه میشه، مثلا داره به این 3 تا اضافه میشه، بعد دوباره به این 3 تا اضافه میشه، دوباره به این 3 تا اضافه میشه. اعدادی که داره 3 تا اضافه میشه یا هر یه چیز ثابتی اضافه میشه میانگین میشه اولی به علاوه آخری تقسیم بر 2. این شکلی تو میتونی میانگینش رو حساب کنی. بچه ها الان اینو به من بگید ببینم. الان 4 8 12 16 20. بچه ها میانگین اینا چند میشه؟ میانگین رو ما با ایکس بار نشون میدیم. بچه ها آیا این دنباله حسابی است یا نه؟ دنباله های حسابی یعنی آیا عدد ثابتی بهشون اضافه داره میشه؟ بله، این داره 4 تا بهش اضافه میشه، پس میشه اولی به علاوه آخری تقسیم بر 2 که میشه 12. میانش هم همین میشه، میانش همینه، میانگینش هم همینه. اینو دقت داشته باشید. بچه ها یادداشت کنن لطفا. فهمید بچه ها چطوری شد میانگین؟ آره؟ پس بچه ها وقتی یه عدد ثابتی داره اضافه میشه، مثلا داره 4 تا اضافه میشه، میانگین میشه عدد اول به علاوه عدد آخر تقسیم بر 2 که میشه 12. اینا یادداشت کنید. یه 2 دقیقه فرصت نوشتن بهتون بدم. از 100% چند درصد؟ همه کلاس از 100% چند درصد؟
رفته بودید کامنت گذاشته بودید که از 100% چند درصد کرمی رو مخه. آره درستتون میکنم، هر 2 دقیقه میپرسم از 100% چند درصد. بدو تکلیف ها کجا بفرستی؟ اینجا بفرست. بابا خب تو پنلت باید بفرستی دیگه. کجا باید بفرستی؟ با نامه پست کن. برای میانگین بچه آیا باید مرتب کنیم؟ بچه برای حساب کردن میانگین آیا باید این اعداد رو مرتب کنیم؟ نه، نیازی به مرتب کردن نداره. نکته تستیه رو بخونم. اگر شا افتاده، اگر اعداد به صورتی باشد که هر بار مقدار ثابتی اضافه شود میانگین برابر میشه با میانه، میشه عدد اول به علاوه عدد آخر تقسیم بر 2. خب حالا بچه ها بریم سراغ سوال 11. بچه ها سوال 11 12 این سوال 11 رو حل کن. تست اول کنکورم بزن سریع. بدو تست رو بزنید بعد برید سراغ این قسمت. خب ببین بچه ها میگه میانگین اینا رو حساب کنید. خب بچه میانگین اینا رو من اگر بخوام حساب کنم، خب میانگین اینا چند میشه؟ اینا رو باید جمع بزنم تقسیم 5 کنم دیگه. 15 به علاوه 17 به علاوه 20 به علاوه 13 به علاوه 19 تقسیم بر 5. خب بیا اینا رو جمع بزن. اینا رو جمع بزنم. ببینید اول یکانای اینا رو جمع بزنیم. 5 و 7. ببین بچه اول یکاناشو جمع بزن. 5 و 7 میشه 12 و 0 میشه 12. 12 و 3 15. 15 و 9 میشه 24. یه 4 میذاریم 2 تا میمونه. خب 10 گان 1 2 3 4 5 6 7 8 84 پنجم میشه. پس بچه ها جمع میزنید تقسیم تعداد میکنید دیگه. خب بچه ها الان 84 پنجم اگر بخواد به صورت اعشاری نوشته بشه اینو باید ضرب در چند کنیم؟ برای اینکه به صورت اعشاری نوشته بشه باید ضرب در 2 کنیم. ضرب در 2 بکنیم میشه 168 دهم میشه 16 و 8 دهم. سوال بعدی بچه ها میشه میانگینش رو حساب کنید. بچه ها آیا اینجا اگر دقت کنید داره 3 تا 3 تا به اینا چی میشه؟ اضافه میشه. همونطور که میبینید داره 3 تا 3 تا به اینا اضافه میشه. وقتی 3 تا 3 تا اضافه میشه میانگین چی میشه؟ میشه اولی به علاوه آخری تقسیم بر 2. 32 تقسیم بر 2 میشه 16. برو بعدی ببینم چی کار میکن. پس بچه ها وقتی میخوای میانگین بزنی جمع بزن تقسیم بر تعدادش کن دیگه. یه جمع دیگه. خب بعد که اینا رو حل کردی تست 12 رو گزینه بگید. فعلا حل کنید بعد گزینه هاشون رو بگید. سوال بعدی رو حل کنید. توضیح میدم نازنین راجع به داده های دور افتاده. بچه ها یادتون باشه که توضیح بدم اینا تو بغل دفترتون بنویسید. راجع به داده های دور افتاده یه ذره با هم دیگه بحث کنیم. بذار یه ذره تست بزنیم. حالا شما سوال بعدی رو حل کنید. جزوه کامل نشده دارم روش کار میکنم به خدا. یه ذره با صبر کنید. خب بچه ها میخوام میانگین اینا رو حساب کنم. اول اینا چند تاست تعدادش؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب ببین بچه ها وقتی میخوای اینا رو جمع بزنی اول یکاناشو جمع بزن. 8 و 8 16. 16 و 4 20. 22 23. 23 و 9 میشه 32. 41. 46. 49. یه 9 میذاریم اینجا. 4 تا هم 10 کان داریم. خب 4 5 6 7 8 9 10. 10 کاناش هم حساب میکنیم میشه 109 دهم که
اگر اینو برداریم حساب کنیم چه اتفاقی میفته؟ 109 تقسیم بر 10 چی میشه؟ میشه 10.9. تست اول رو بفهمید. سراسری 99 رشته انسانی همه حل کنید. تست اول تو کنکور ماشین حساب نمیتونی ببریدی. دومیه چرا اینطوری شد؟ به خاطر اینکه همون نکته تستی هست دیگه، داره یه عددی اضافه میشه دیگه. برو بعدی. برو کنار بیا. اگر تعدادشون زوج باشه میانه با میانگین یکیه، نه دیگه تعداد که زوجه میانه میشه میانگین دوتا وسطی. خب تست 12 رو بزنیم. اینجا جمع زدیم دیگه. اول یکانا رو جمع زدم شد 49، بعد 10 کانا رو جمع زدم یه 4 بهش اضافه کردم. بچه یه سوال ازتون بپرسم، گوش کنید. آقا من یه شرکتی دارم، خب من یه شرکتی دارم، اینا حقوق کارکنان شرکت. خب حقوق کارکنان شرکت این شکلیه، مثلا 2 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون، 10 میلیون، 11 میلیون. مثلا یه مدیر داریم 200 میلیون، یکی دیگه 2000 میلیون، یعنی 2 میلیارد. این حقوق مثلا یه شرکته. خب بچه ها تو این شرکتی که اینجا میبینید ما به این دوتا عدد میگیم چی؟ ما به این دوتا عدد میگیم داده های دور افتاده. داده های دور افتاده یعنی داده هایی که پرتن واقعا. من سوال ازت بپرسم ببین نظرت چیه. بچه شما میگید آقای کرمی من میخوام یه جا استخدام شم، بعد میانگینش مثلا رفتم توی شرکتی میگم خب چقدر به ما حقوق میدید؟ میانگینش رو گفتن 30 میلیون یا 40 میلیون میانگینش، و میانه رو دادن 10 میلیون. بچه ها توی حقوق یک شرکت میانگین واسه شما عدد مهمتریه یا میانه مهمتره؟ کدوماش مهمتره به نظر شما؟ کدوم یک از اینا مثلا قابل قبول تره؟ بچه چرا میانه مهمتره توی حقوق یک شرکت؟ به خاطر اینکه اون آدمایی که حقوق خیلی بالایی دارن توی میانگین تأثیر دارن، ولی تو میانه که تأثیر نداره. تو که قرار نیست اندازه رئیس شرکت پول بگیری. بنابراین بچه اگر این حقوق کارکنان یک شرکت باشه 2 4 6 8 10 تا آدم دارن، بچه میانه چنده اینجا؟ میانه اینا رو اگر حساب کنی خب میشه وسط این دوتا رو جمع بزنم تقسیم بر 2 میشه 7.5 میلیون. خب بچه ها وقتی تو میخوای تو این شرکت استخدام بشی باید رو میانش حساب باز کنی، چون اون 2 نفری که مدیر عامل شرکتن اصلا مهم نیستن واقعا، چون تو هیچ موقع نمیتونی اونا رو بیای با خودت مقایسه کنی. بنابراین بچه ها توجه کنید، نکته وقتی داده های دور افتاده داریم، وقتی داده های دور افتاده داریم میانه نسبت به میانگین معیار بهتری است. میانه نسبت به میانگین معیار بهتری است. فهمید بچه چی شد؟ پس وقتی داده های دور افتاده داری میانه به درد میخوره، میانگین که به درد نمیخوره. خب الان من یه سوال ازت بپرسم. بچه ها فرض کن که من مثلا چند تا دانش آموز دارم، یکیشون 100 زده، یکیشون 100 زده،
بقیه زدن 20 20 20. خب مثلا من الان مثلا اینا همه 20 زدن، مثلا اینا 20. بچه‌ها من به نظر شما حالا خیلی میخوام خودمونی صحبت کنیم، بچه‌ها من باید توی این کلاس بیشتر حواسم به کی باشه؟ بیشتر حواسم باید به بچه‌هایی باشه که 20% زدن یا کسایی که 100 زدن. آقا کل کلاس به سمت 20. من نمیتونم به خاطر این 2 نفر این بدبختا رو بیام اینجا چیز کنم. بنابراین بچه‌ها جامعه ما این شکلیه که شما باید هوای میانه ها رو داشته باشی. قبول داری؟ میانه مهمه وقتی داده های پرت داری. این تست رو بزنید. تفاضل هم یعنی منها دیگه. تفاضل یعنی منها. این تست رو بزنید، گزینه هاتون رو بفرستید. نخستین، محمد حسین، ریحانه، انحراف معیار رو هنوز نرسیده درسمون. سارا، بود ماشاءالله میگه که در داده های آماری زیر تفاضل میانه از میانگین چقدر است؟ خب اولین کاری که بچه‌ها باید بکنید، باید چیکار کنید؟ باید اعداد رو مرتب باید بکنید. یعنی شما مثلا میگید که ما اینجا یه 9 داریم، یه 10 داریم، دو تا 13، یه دونه 12.5 داریم، 2 تا 13 داریم، 14 داریم، 15 داریم، 16 داریم، 17 داریم، 14 15 16 17، یه دونم 17.5 داریم. خب بچه چند تا عدد اینجا داریم؟ 2 4 6 8 10. 2 4 6 8 10. خب بچه های گلاب، اولین چیزی که ازت میخوام میانه است. میانه وقتی تعداد زوجه، خب میشه وسط این دوتا. وسط این دوتا یعنی چی؟ یعنی 13 به علاوه 14 تقسیم بر 2 میشه 13.5. میانه میشه 13.5. حالا بچه برای پیدا کردن میانگین صورتش باید جمع بزنیم تقسیم بر تعداد کنیم دیگه. جمع میزنیم تقسیم بر تعداد میکنیم ببینیم چطوری. خب بچه جمع میزنم. ببین شما اول از اعشار شروع میکنید. ببین یه نیم داریم بچه، با یه نیم داریم، نیم و نیم رو هم دیگه چند میشه؟ نیم و نیم رو هم دیگه میشه 1. یه 1 این بغل نگه دار لازم میشه. حالا میرم سراغ یکانها. یکانها رو ببینید. 9 داریم، با 0 میشه 9، با 2 میشه 11، 11 و 3 14، 14 و 3 17، 17 و 4 21، 26، 26 و 6 32، 39، 46، 47. یه 7 میذارم اینجا، 4 تا هم میمونه. حالا میرم بعدی. دوباره 10 گان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 با 4 13. دیگه جمع داری میزنی دیگه. یه جمعو که دیگه باید بلد باشی دیگه. تازه من اینجا دارم خیلی با حوصله. 137 تقسیم بر 10 میشه 13 و 7. خب بچه 13 و 7 تا 13 و نیم چقدر اختلاف داره؟ 2 دهم. گزینه 2 میشه. سوال بعدی رو بفرمایید ببینیم که چیکار میکنه. پیشرفته ترین و سخت ترین کتاب کمک درسی چیه؟ IQ گاجه دیگه. IQ گاجه. تو میانگین باید مخرج رو به 10 و 100 و اینا تبدیل کنی. سعی کنه اشاریش کنی دیگه. آیدا
137 تقسیم بر 10 یعنی یه اشار بزن دیگه. سوال بعدی گزینه بگید ببینم. سراسری 97. بدو. اعشارش خیلی راحته دیگه. یه نیم داری، با یه نیم نمره میشه یه نمره. بعد یکانا رو جمع میزنی یه یک بهش اضافه میکنه دیگه. وقتی اعشارت شده یک یعنی اعشار رو بنداز دور. برو بعدی. میگه اگر میانگین این 9 تا عدد 13 باشه میانش چی میشه؟ خب فکر کن. سوال 13 رو انجام بدن. بچه اول میانگین اینا رو حساب کن. ببین اینا رو جمع بزن، تقسیم بر 9 کن، بذار مساوی 13. بود. اینا رو جمع بزنید قشنگ سری. دور افتاده ممکنه یه عدد خیلی بزرگ باشه، ممکنه یه عدد خیلی کوچیک باشه. خب ممکنه یه عدد خیلی کوچیک باشه، یه عدد خیلی بزرگ باشه. مثلا 0 باشه، 100,000 باشه. خب اینا هم میتونی بذاری کنار. خب بچه ها میانگین رو داده چند؟ میانگین رو داده 13. تعدادش چند تاست؟ 9 تاست. خب ببین بچه ها من با اجازهتون شروع میکنم. ببین من یه دونه آ دارم اینجا. آ رو که اینجا می نویسم و هایلایتش میکنم. آ رو میذارم کنار. خب آ اونجا باشه. حالا میخوایم اینا رو با هم جمع بزنیم. بچه ما اول چیا رو جمع میزنیم؟ همه با من همراهی کنن، با هم دیگه حل کنیم دیگه. فکر کن تو کلاس حضوری. بچه اول چیا رو جمع میزنیم؟ اول یکانها رو جمع میزنیم. 7 با 0 خب میشه 7. با 4 11. 12. 12 و 6 18. 18 و 8 26. با 9 45. با 0 که میشه 45. یه 5 می نویسم اینجا. 10 گانم یه 4 میذارم اینجا. 45 یه 5 می نویسم میشه. حالا یه 4 داریم. 4 5 6 7 8 9 10 11 میشه 115. حالا تموم شد بچه ها. چقدر راحت. حالا بچه ها به نظر شما اینو چیکار کنیم الان؟ این تست کنکور رشته انسانی هم هست دیگه، رشته تجربی هست. بچه ها اینو چیکار میکنیم الان؟ اینو برمی‌داریم طرفین وسطین میکنیم. اینو طرفین وسطین میکنیم. خب بچه 13 تا 9 تاش هم میشه 13 تا 9 تا 3 9 تا 27 تا 2 تا میمونه. 1 9 تا 9 10 11 تا مساوی است با آی به علاوه 115. 115 اگر بره اینور آ میشه 2. آ میشه 2. حالا بچه ما اینجا میایم چیکار میکنیم؟ بچه تا اینجا اوکی همه چی؟ آره جمع یکانا 35 میشه. مطمئنید؟ ببین 7 و 4 11 12 12 و 6 18 18 و 8 26 35. راست میگه این یه 10 تا من اضافه شد 35 میشه. این میشه 105. من اشتباه کردم. این میشه 105. 105 بره اینور آ میشه 12. الان درست شد. خب حالا آ شد 100 آ شد 12. حالا برای پیدا کردن میانه اعداد رو از کوچیک به بزرگ می نویسیم. خب 7 9 10 11 12 14 16 20. 1 2 3 4 5 6 7 8. بذار ببینم 12 رو نوشتیم. 9 هم از کوچیک به بزرگ 7 تا نوشتیم. 9 رو نوشتیم. 10 رو نوشتیم.
18 رو 18 هم اینجا اضافه. خب بچه 9 تا عدد داریم، میانش چند میشه؟ میانش میشه این، گزینه 3 میشه. مال رشته تجربی بود. سوال بعدی بچه ها حل کنن. ببین که سوال بعدی به چه صورتیه. پس بچه ها میانگین رو داده 13. خب اینا رو جمع میزنی، تقسیم بر تعداد میکنی 13. یه طرف این وسط این میکنی، آ میشه 12. حالا که آ 12 برمیداری اعداد رو از کوچیک مینویسی. یه 7 داریم، یه 9 داریم، یه 10 داریم، یه 11، 12، 14، 16 اینا. میانش میشه عدد وسط که میشه 12. سوال بعدی رو حل کنن. بچه ها سوال بعدی رو یه ذره فکر کنید بهش، ببینید که سوال بعدی چی ازتون میخواد. محمد باقر بچه ها من نوشتم ساعت 2. ببین این اشکال تایپی بود، شرمنده، من تقصیر خودم بود. من اشتباهی 13 رو نوشتم 14. سوال بعدی رو حل کنی. چرا فرصت تکالیف اینقدر محدوده؟ آقا تکلیف دیگه یه هفته است دیگه. ما تکلیف رو که نمیتونیم مثلا یه ماه وقت بدیم، هر هفته تکلیف میدیم دیگه. آقا تکلیف هفتگیه. اگر اینا نوشتید یه تایید بدید بریم صفحه بعدی. اگر نوشتید اینو سوال بعدی رو فکر کنید. خب من یه سوال میخوام اینجا باهاتون بچه ها مطرح کنم. یه لحظه به من گوش کنید بچه ها، همه حواس جمع باشه. ببین بیا گوش کن بچه ها، ما یه مسائلی داریم به نام مسائل سقف و کف. مسائل سقف و کف. آقا من چند تا دانش آموز دارم؟ مثلا من چند تا دانش آموز دارم؟ آقا من با اجازهتون 3 تا شاگرد دارم. 3 تا شاگرد دارم. یه امتحان از این 3 تا گرفتیم. یکیشون شد 15، یکیشون شد 17، یکی دیگه شون رو من هنوز تصحیح نکردم. خب آقا ما 3 تا شاگرد داریم، یکی 15 شده، یکی 17 شده، یکیشون هم هنوز تصحیح نکردم، دارم تصحیح میکنم. خب این 3 تا اگر اینجوری من اولیشو مثلا تصحیح کردم، خب این که 15 شد، اینم که 17 شد، اینا حالا میخوام تازه تصحیح کنم. خب آقا پس 3 تا شاگرد داریم، میانگین ما، میانگین اعداد ما، میانگین اینا سقف شنده بچه ها. میانگین اینا سقف شنده بچه ها. بالاترین نمره‌ای که این یارو میتونه بگیره چنده اینجا؟ بالاترین نمره‌ای که من تصحیح نکردم اینجا چنده بچه ها؟ بالاترین نمره‌ای که میتونه بگه 20 دیگه. از 20 که دیگه بیشتر نداریم. پس سقفش اینه که بچه ها اگر اینا حالا مثلا تو ماشین حساب من بزنم چند میشه این؟ مثلا اینا حساب کنی. خب اینا اگر حساب کنی 20 مثلا 30 40 52 چند میشه این؟ حالا بزنید به من بگید، اصلا مهم نیستا. فقط میخوام بگم سقف نمرش اینه که یارو 20 بگیره دیگه. میانگین اینا چند میشه؟ 20 30 40 52 تقسیم بر 3 میشه 17 و 3 دهم. سقفش 17 و 3 دهم. حالا کفش چیه بچه ها؟ کفش اینه که این یارو چند بشه؟ کفش اینه که این یارو کفش اینه که دیگه 0 بشه دیگه هیچی ننویسه. کفش اینه که 0 بشه. خب اگر 0 بگیره این میشه 10 20 32 تقسیم بر 3 میشه 10 و 6 دهم. پس بچه ها قبول داری میانگینش بین این دوتا میشه؟ من 2 نفر رو دادم ولی 1 نفر رو اطلاعاتی ازش ندارم. پس این یه سقفی داره یه کفی داره.
خب سقفش اینه که این یارو 20 بشه، کفش هم اینه که این یارو 0 بشه. به این صورت میشه. گرفتی چطور شد؟ قصه سقف و کف و فهمیدی چطوریه؟ حالا بچه ها اگر این یارو بیاد به من بگه که آقای کرمی من به خدا پاس میشم، به خدا پاس، اگر بگه من به خدا پاس میشم یعنی کفشو من باید چند بذارم اینجا؟ اگر بگه به خدا من پاس میشم دیگه کفشو نباید 0 بذارم، باید 10 بذارم دیگه. خب کفشو باید دیگه 10 بذارم. به اینا میگن مسائلی که سقف و کف و خودت باید مشخص کنی که چطوریه. خب پس بچه ها مسئله بعدی ها فکر کنید. پس من یه دانش آموز داشتم 15 شده، یکی دیگه 17 شده، یکی هم من نمیدونم چند شده. سقفش اینه که این 20 شده باشه، کفش اینه که این 0 شده باشه. مگر مثلا یارو بگه آقا به قرآن پاس شدم، به پیر به پیغمبر پاس شدم. اگر به پیر به پیغمبر پاس شده خب کفش میشه 10. خب حالا پس بچه ها سوال بعدی رو شما حل کنن لطفاً. ببین سوال بعدی به چه صورتیه؟ حالا میخوام مسائل سقف و کف که در رشته انسانی واقعا مهمه بچه ها، اینا کنارش بنویسید، بسیار مهم. سقف و کف خیلی جاها استفاده میشه توی آمار. خب ببین بچه ها میخوام یه مسئله دیگه با هم صحبت کنیم. گوش کنید لطفاً، همه حواسا پای تخته باشه. گوش کن، یه مسئله باید خودم حل کنم. آقا یه نمایندگی خودرو داره. آقا من نمایشگاه ماشینی ام. خب یه نمایشگاه ماشینی ام، نشستم اینجا، مثلا میگی که خب کرمی اومدیم ماشین بخریم مثلا. خب میگی که چند تا فروختی، وضعیت کار و کاسبی چطوره؟ دیدی تا میری توی مغازه میگی که مثلا وضعیت کار و کاسبی چطوره؟ خب میگه در یک نمایندگی خودرو، مثلا من ماشین فروشم، روزانه حداقل یه دستگاه خودرو میفروشه. ما میگیم که کاسبی بد نیست، روزی یه ماشین رو داریم میفروشیم، خدا رو شکر. 0 نداریم ما روزی یه دونه رو میفروشیم، خدا رو شکر، بازم شکر. بعد میگه اطلاعات فروشمون هم اینجا مینویسیم. مثلا ما اینجا اطلاعاتمون رو مینویسیم، مثلا یک شنبه خدا رو شکر 8 تا فروختیم. ولی دیگه اینجوری هم نیست که هیچی نفروشیم، خدا رو شکر داریم حداقل کفش روزی یکی میفروشیم. مطابق جدول زیر اینا پر میکنیم که خالیه. اگر معلوم شود بیشترین فروش ما روز یک شنبه بوده، من میگم خدا رو شکر یک شنبه دیگه ترکوندیم، 8 تا فروختیم. یک شنبه دیگه خیلی فروختیم. متوسط فروش این نمایندگی کدام است؟ متوسط بچه یعنی چی؟ متوسط یعنی میانگین چقدر؟ خب میانگین رو از من میخواد. من اول بچه ها با اجازتون میام سقفش رو پیدا میکنم. بچه ها من اگر بخوام سقفش رو پیدا کنم بعد بیام کفش رو پیدا کنم. خب حالا فرقی نمیکنه. خب بچه ها ما اینجا چند روز داریم؟ اینجا 1 2 3 4 5 6 روز داریم. من کف رو میخوام با رنگ قرمز مشخص کنم. خب بچه ها تعداد فروش های ما کفش چنده؟ با اطلاعاتی که از من گرفتی تعداد فروش های ما کفش یکه دیگه. یارو داره میگه آقا، جمله اول میگه آقا خدا رو شکر داریم روزی یه دونه رو میفروشیم، ولی یک شنبه ترکوندیم. خب بچه ها پس اینا رو جمع بزنیم چند میشه؟ میشه 8 9 10 11 12 13 ششم. 13 ششم چند میشه؟ 13 ششم بچه تقریبا چنده؟ 13 ششم میشه 2 و خورده.
خب این از کف. سقف فروش بچه ها چنده؟ سقف فروش اینه که بچه ها این 8 باشه. آیا ما میتونیم بازم مثلا اینجا هم 8 داشته باشیم؟ آیا میتونیم یه فروش 8 دیگه هم داشته باشیم؟ نه. یارو میگه ما روزش یک شنبه ترکوندیم، یعنی روزای دیگه سقفش هم بوده بچه ها، روزای دیگه سقفش 7 بوده، روزای دیگه سقفش 7. که اگر من اینا رو جمع بزنم 7 7 7 7 7، خب 5 تا 7 میشه 35 با 8، 35 تا با 8 تا میشه چند تا؟ 43 تا. خب 43 شیشم که بچه ها الان 43 تقسیم 6 چند میشه بچه ها تقریبا؟ خب 6 7 تا 42 تا میشه 7 و خورده ای. پس بچه ها متوسط میشه بین 2 خورده ای تا 7 خورده ای. بچه ها کدوم گزینه بین 2 خورده ای و 7 خورده ای؟ این که نیست، این هم که نیست. یه عددی از 2 خورده ای بزرگتر. 8 هم که نیست، 5 میشه، گزینه 3 میشه. خب پس بچه ها من یک بار دیگه اینو توضیح میدم. کیا فهمیدن؟ کیا فهمیدن بگن من؟ هر کی فهمید بگه من. هر کی فهمید تست بعدی رو بزنه، هر کی نفهمید به من گوش کنه ببینه که من چی میگم. ببین بچه ها خیلی مسئله مهمیه. کنکور انسانی 401. ببین بچه ها ما رفتیم توی نمایشگاه ماشینی، من صورت سوال یه دو واسهتون مرور میکنم دقیق. رفتیم توی نمایشگاه ماشینی میپرسیم که حاجی جان وضعیت فروش چجوریه؟ میگه خدا رو شکر روزی یه دونه رو میفروشیم، یعنی دیگه روزی یه مشتری خدا رو شکر هستش. ببین جمله اول اینا میگه حداقل یه دونه میفروشه. بعد میگه ولی این هفته یک شنبه نمیدونم چی شد ما 8 تا فروختیم، یعنی دیگه بیشترین فروش اون یک شنبه بود، ولی روزا دیگه خب کمتر بود. بیشترین فروش اون یک شنبه. متوسط فروش کدام میتواند باشد؟ بچه متوسط فروش کدام میتواند باشه یعنی فروش این خب چی میتونه باشه میانگین. خب من اومدم گفتم با اطلاعاتی که این یارو داره به ما میده یه کفی داره یه سقفی داره دیگه. کفش اینه که خب اینجا 8 تا فروخته باشه بقیه هم یه دونه، چون یارو میگه خدا رو شکر وضعیت یه دونه اوکی. اینجا 8 تا فروخته اینجا یه دونه، که اگر اینا رو جمع بزنیم میشه 13 شیشم میشه 2 خورده. سقفش چقدره؟ سقفش اینه که آقا اینجا 8 تا فروخته بقیه روزا 7 تا فروخته باشه. حالا تو یک شنبه 8 تا فروختی، خب بقیه روزا دیگه 8 تا که نمیتونی فروخته باشه، ولی 7 تا رو دیگه فروختی. پس اینا میشن 7. جمع میزنم اینا رو میشه 43 شیشم میشه 7 خورده ای، این میشه 2 خورده ای. پس مقدار واقعی متوسط میشه بین 2 خورده ای تا 7 خورده ای، که چی بین این دوتاست؟ 5 میشه گزینه 3. چرا سقف بعدی 8 نمیتونه باشه؟ چون میگه که بیشترین فروش من یک شنبه است. بچه من یه سوال دارم از شما. من اگر بگم بالاترین نمره کلاس رحمتی بوده 20 شده، من میگم بالاترین نمره کلاس 20 شده اونم رحمتی بوده، آیا کسی دیگه هم میتونه 20 شده باشه؟ من میگم بالاترین نمره کلاس رحمتی 20 شده، کسی دیگه نمیتونه 20 شده باشه، چون اگر اونم بالا شده بود من باید میگفتم. خب وقتی من میگم من یک شنبه بیشترین پولا در آوردم یعنی روزهای دیگه از اون کمتر بوده. گرفتی رحمتی چی میگم؟ آره وقتی من میگم بیشترین فروش من یک شنبه بوده یعنی روزهای دیگه خب اونقدر نبوده. سوال بعدی حل کن. 3 ثانیه باید تستشو بزنی. 3 ثانیه بیشتر کار نداره. ببین میتونی حلش کنی؟ آره کیا دارن ریاضی رو یاد میگیرن؟
یعنی ریاضی داره براشون شیرین میشه. ببین بچه من سخت‌ترین سوالا هم دارم اینجا واسهتون کار میکنم. کیا با ریاضی دارن ارتباط میگیرن؟ یا آمار بدن ببینیم چی جوریه وضعیت. تست بعدی هم بزن. می‌خواستم یه کلاس جبرانی هم واسهتون بذارم. حالا تایمشو دارم فکر میکنم. میتونیم کف و صفر بگیم؟ نه دیگه. وقتی یارو میگه که روزانه حداقل یه دستگاه میفروشیم، یعنی دیگه از یکی بیشتر، دیگه از یه دونه کمتر نمیتونی بذاری. من که صفر بودم داره خوشم میاد. عالیه. من عشقم اون دانش آموزاییه که میدونی دارن یاد میگیرن، دارن تلاش میکنن و یارو داره رشد میکنه. دوست دارم رشد کنید واقعا. برو بعدی بچه ها لطفاً. بعدی ها هر کن. جزوه هم بچه خدا وکیلی دارم روش کار میکنم، یعنی 20 شاری رو جزوه ها دارم کار میکنم. سعی میکنم که زود ردیفش کنم. سوال بعدی حل کنید. بچه میگه داده های جمع آوری شده اعداد طبیعی متوالیه. اگر به همه داده ها 2 واحد اضافه کنیم اختلاف میانه و میانگین چی میشه؟ بچه من یه نکته تستی به شما گفته بودم وقتی یه چیز ثابتی اضافه میشه، وقتی در واقع ببین اعداد طبیعی متوالی مثلا 1 2 3 4 5 الی آخر. خب بچه اعداد طبیعی داره یه عدد ثابتی، یعنی یه یکی یکی داره بهش اضافه میشه. ما گفتیم توی این اعداد میانه با میانگین برابره و برابر چیه؟ میانه و میانگین برابره، میشه اولی به علاوه آخری تقسیم بر 2. وقتی اعداد شما داره یه چیز ثابتی بهش اضافه میشه میانه با میانگین برابره، پس اختلافش هم میشه 0. گزینه 1 میشه. وقتی که اعداد شما داره یه مقدار ثابتی بهش اضافه میشه، خب یعنی میانه با میانگین برابره دیگه، پس اختلافش اینا 0. سوال بعدی رو حل کن لطفاً. 16 سراسری 403 بفهمید. روش دیگه نداره دیگه رحمتی، همینه که گفتیم دیگه. سوال بعدی رو انجام بدید. بچه ها من هی اینا میپرسید، میگم من امروز کلاس انسانی و اشتباه تایپی به جای اینکه بگم ساعت 1 بوده نوشتم 2، ولی کلاستون 1 بوده. اینو دیگه شرمنده من اشتباه کردم دیگه. اگر کسی دیر اومد این 1 ساعت رو دیگه باید آفلاین ببینه و من عذرخواهی میکنم. اشتباه من بود، اشتباه تایپی کردم. سوال بعدی رو انجام بدید. سوال بعدی ساعت 1 شروع شد احمدی. سوال بعدی بچه ها حاصل ضرب میانه و میانگین چند میشه؟ سوال 15 ببین وقتی میگه اعداد طبیعی پشت سر هم، خب اعداد طبیعی پشت سر هم یعنی فاصله هاشون یه دونه است. فاصله هاشون که یه دونه باشه، خب یعنی اینا میانهشون با میانگینشون برابره دیگه. طبق این نکته ببین یه نکته تستی اینجا گفتم بهتون، گفتم که اگر اعداد به صورتی باشن که هر بار مقدار ثابتی اضافه شود میانگین با میانه برابر میشه. خب بچه ها سوال 16 رو بزنید و 17 یه دونه 403 بزنید. یه آزمون هم اینجا گذاشتم از آزمون‌های پارسال بزنید. بدوید.
خب بچه ها سوال بعدی رو بیاید شروع کنیم. بچه ها شما حال میکنید با میانه شروع کنیم یا میانگین؟ با کدومش بریم؟ میخوایی اول میانه مثلا حساب کنیم. خب ببین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا عدد، من این بغل می نویسم تعداد 9 تاست. خب اینا رو به ترتیب می نویسیم. اولیش 1، بعدیش 4، بعدیش 5، بعدیش 9، 9 10 و نیمه، 11، 11 و نیمه، 15 و 17. امیدوارم که همشو نوشته باشم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. درسته. سراسری 403 ها. ببین سوالش مال پارسال، خیلی جدیده خدا وکیلی. خب بچه ها به من بگید که عدد وسطی چنده؟ خب این میشه میانه. میانه میشه عدد وسطی. خب میانگینش رو میخوام حساب کنم. اولین چیزی که جمع میزنیم بچه چیه؟ اولین چیزی که جمع میزنیم اعشار هاست. نیم و نیم بچه چی میشه؟ نیم و نیم میشه 1. خب اینو بذار باشه. یه خط کسری، تعدادم 9 تاست. خب میریم حالا سراغ یکان ها. 1 و 4 5، 5 و 5 10، 10 و 9 19، 19 این که هیچی، 19 20 21 26 26 و 7 33 34. یه 4 میذارم اینجا، یه 3 هم که دوباره 10 گان. 1 2 3 4 5 با 3 84. درسته بچه ها؟ آره 84 میشه. بله. حال یه 3 بچه ها خط به اینا پاک کنم دیگه. بچه ها این دوتا اگر یه 3 خط بخوره چی میمونه؟ اگر شما یه 3 اینجا خط بزنی صورتش هم میشه یه 3 ساده کنی. به من بگی چند میشه؟ یه 3 اگر ساده کنیم 84 تقسیم بر 3 28. خب حالا سوال میگه حاصل ضرب میانه در میانگین یعنی 10 و نیم در 28 سوم. خب بچه 10 و نیم تقسیم بر 3 میشه چند؟ 10 و نیم تقسیم بر 3 میشه 3 و نیم. خب حالا 3 و نیم بچه ها یعنی چی؟ 3 و نیم یعنی 7 دوم. 3 و نیم یعنی نصف 7 دیگه. میشه 7 دوم ضرب در 28. این 2 با 28 میره میشه 14. 14 تا 7 تا میشه 98 تا گزینه 4 میشه. به این صورت میشه. پس بچه ها دقت کنید که شما بعضی میپرسن آقا 10 و نیم تقسیم بر 3 چجوری شد؟ ببین 105 تقسیم بر 3 جمع میشه 3 3 تا 9 تا 15 تا میمونه 3 5 تا 15 تا این میشه 0 میشه 35. ببین 105 با 3 که بره میشه 35. اون تا یه اشار هم داره دیگه. خب بچه ها یادداشت کنن سوال بعدی رو ببین میتونی حل کنی. من یه بار دیگه اینو بهتون توضیح میدم ببین چطوریه. پس بچه ها ببین من اول برای پیدا کردن میانه میام اعداد رو از کوچیک به بزرگ می نویسم. وسطیش میشه میانه، یعنی میانه که 9 تا عدد داری وسطیش میشه میانه. میانگین میخوام حساب کنم خب اینا رو جمع میزنم تقسیم بر تعداد میکنم دیگه. یه 3 ساده میشه 28 سوم. خب سوال میگه این دوتا رو ضرب کنی. خب 105 به 3 میشه 35.
با یه رقم هشار. 3.5 میشه 7/2. در 28 ساده میکنیم 7 تا 14 تا میشه 98 تا. این میشه جواب مسئله ما. سوال 17 رو لطفاً حل کنید. 3 از کجا آمد؟ اینجا 3 خط زدیم دیگه، میانگین میشه 28/3. خب برو بعدی. بچه ها هفته دیگه میخوام آزمون بگیرم هر چی که امروز درس دادم آمار میخوام آزمون بگیرم تا آخر درس امروز. بچه ها شروع کنن یه 2 تا تست بزنن سریع. یه 2 تا تست بزنید ببینیم چی کار میکنید. استراحت ساعت 2:30 میدیم. سوال 17 برو. در داده های این مد منحصر به فرد است و با میانگین برابر است. میانه این داده ها کدام است؟ انجام بدن بچه ها. خب بچه ها یه سوال ازت بپرسم، گوش کن. گوش کن. گوش کنید یه لحظه. اینو نگاه کنید. 1 2 2 2 3 3. مد بچه ها اینجا چند میشه؟ اینجا مد چنده؟ پرتکرارترین عدد چیه؟ مد اینجا 2. ما میگیم اینجا به اصطلاح بچه ها میگیم مد ما اینجا چیه؟ اینجا مد منحصر به فرده. بچه ها مد منحصر به فرده یعنی چی؟ یعنی فقط 2. ولی اگر مثلا این اعداد رو به من بدن چی؟ 2 2 2 3 3 3 4. بچه اینجا مد چی میشه؟ مد اینجا چنده؟ مد اینجا هم 2 هم 3. اینجا بچه تو بالایی مد منحصر به فرد است ولی اینجا مد منحصر به فرد نیست. فهمیدید فرق مدی که منحصر به فرده با مدی که منحصر به فرد نیست چیه؟ این یه دونه مد داره، این 2 تا مد داره. خب حالا بچه ها این نکته رو پس باید اینجا بهتون میگفتم. حالا بریم یه سوال از آزمون حل کنیم که شما ببینید که قصه چه شکلیه. ببین میگه در داده های مثلا 11 18 27 39 40 و این مد منحصر به فرد است. بچه ببین اینجا شما اعدادتون همش با هم فرق میکنه. خب وقتی میگه مد منحصر به فرده یعنی باید بچه جمله من رو تکمیل کنید. یعنی باید یکی از این عددها تکراری باشه، یه دونش باید تکراری باشه. یعنی این باید با یکی از اینا مساوی باشه. خب این مثلا باید مثلا بچه اگر مثلا میگم اگر این 40 باشه مد چند میشه بچه اینجا؟ اگر این 40 باشه مد میشه 40. پس بچه ها وقتی میگه مد منحصر به فرده ما اینجا که اصلا عدد تکراری نداریم که. این باید با یکی از اینا x به علاوه 3 باید با یکی از اینا برابر باشه 100%. و با میانگین هم برابره. یعنی شما این که مده، ببین بچه این اگر 40 باشه خب 40 میشه مد. خب
پس این باید با یکی از اینا برابر باشه. پس در واقع مد ما اینه و میگه با میانگینم برابره. پس این علاوه بر این که مد میانگینم است. یعنی من چیزی که اینجا میفهمم اینه که آقا میانگین میشه x به علاوه 3. میانگین که میشه x به علاوه 3، خب من شروع میکنم اینا رو جمع میزنم، تقسیم تعدادش میکنم. خب تعداد اینا چند تاست؟ 1 2 3 4 5 6 تاست. خب اینا رو با هم جمع میزنم. اول اگر بخوام جمع بزنم یه دونه x داریم اینجا مینویسم. خب بچه اینا رو بخوایم با هم جمع بزنیم، یه 3 داریم با 0 میشه 3، با 9 میشه 12 19 27 28. خب یه 8 میذاریم اینجا، دهگانش میشه 2. خب میریم بعدی. یه 2 داریم اینجا با 4 میشه 6 9 10 11 12 13. یه 13 هم اینجا میذاریم. حالا این شیشه این شکلی میشه. حالا وقت طرف این وسط این کردنه. طرف این وسط این که بکنم 6 تو این ضرب بشه میشه 6x به علاوه 18 مساوی است با 1 تو این ضرب بشه میشه x به علاوه 138. مجهولا یه طرف 6x بره این ور میشه 5x 138 18 تا بره اون ور میشه 120. یه 5 ساده میکنم x میشه 24. خب x شد 24. من اینجا میذارم 24. 24 به علاوه 7 میشه 31. 24 ضرب در 3 میشه 72 که 20 تاش بره میشه 50. خب حالا این اعدادو من برمیدارم از کوچیک به بزرگ مینویسم. کوچیکترینش 24، بعدیش 31، بعدیش 42، بعدیش 48، بعدیش 50. اینجا 2 4 6 تا عدد داریم. یه چیزی رو جا انداختم. 42 رو نوشتم، 72 رو جا انداختم. خب 2 4 6 2 4 6. حالا میانه اینا رو میخواد. میانه میگم تعداد چون زوجه میشه وسط این دوتا میشه 42 به علاوه 48 تقسیم بر 2. جمع این دوتا میشه 90 تقسیم بر 2 میشه 45. گزینه 1 میشه که اینجا ملاحظه میفرمایید. خب سوال خیلی قشنگی بود. سوالش یه ذره جوندارم بود. یه بار توضیح میدم، هر کی متوجه نشد گوش کنه، هر کی فهمید تست بعدی رو بزنه ببینم چیکار میکنید. ببین بچه‌ها، ما توی این سوال عددهایی که داریم، ببین مفهومش رو بفهمید. ببین توی این سوال عددهایی که داریم با هم فرق میکنه. این x به علاوه 3 خبر نداریم چیه. وقتی میگه مد منحصر به فرده یعنی یکی از اینا قرار تکرار بشه. پس x به علاوه 3 یا اینه یا اینه یا اینه یا این. x به علاوه 3 یکی از ایناست. پس x به علاوه 3 اگر برابر یکی از اینا باشه این میشه مد. چون این مده، سوال میگه با میانگین برابره. پس x به علاوه 3 علاوه بر این که مده میانگین هم هست. خب من میام اینا رو جمع میزنم، تقسیم بر تعدادش میکنم، شده این. طرف این وسط این میکنم، مجهولا یه طرف معلومه یه طرف، x میشه 24. میام به جای x میزنم 24. اینا رو از کوچیک به بزرگ مرتب میکنم، 6 تا عدده، میانه میشه وسط اینا. این دوتا رو جمع میزنم تقسیم بر 2 میشه 45. سوالش خیلی قشنگ بود. بچه ما توی این کلاس هم سوالای راحت حل میکنیم، هم سخت حل میکنیم، کل سراسری ها رو حل میکنیم، آزمونای آزمایشی رو حل میکنیم. سوال بعدی رو حل کنید ببینم. سوال بعدی فکر کنید. بود
سوالش ببین مفهومش اگر میفهمیدی. بچه ها یه چیزی هم بهتون بگم. ببین شما برای سر جلسه آزمون اگر یه دانش آموز رشته انسانی بخواد 50% بزنه، هر سوالی رو حداقل 4 دقیقه وقت داری. اگر بخوای 50% بزنی، خب نسبت به تایمت تو هر سوالی 4 دقیقه وقت داری. خب مثلا اگر یکی بخواد 30 بزنه، خب رو هر سوالی 6 دقیقه وقت داری. اینو باید دقت کنی. سوال بعدی و رو مفاهیمش خیلی دقت کن، ببین چی به چیه. برو بعدی گزینه بگید ببینم چیکار میکنید. مجموع تعدادی داده 12، میانگین 4. برای اینکه میانگین 6 بشه چه عددی را به عنوان یک داده جدید باید با آنها اضافه بکنیم. ببینید که کدوم گزینه میشه. همه فکر کنن. ماشاءالله. اسهل زمانی، غزل ناظمی، طاها، فکر کن، کوثر، باقر حسینی. آزمون که یه پنجشنبه هفته دیگه است. پنجشنبه هفته دیگه ما آزمون بگیریم ها. حواستون باشه. از اول آمار تا هر جا درس بدیم. خب بچه ها بیایید سوال 18 رو بررسی کنیم. ببین ما یه مجموع داریم، یه میانگین داریم، یه تعداد داریم. خب یه مجموع داریم، یه میانگین داریم، یه تعداد داریم. پراکندگی ها رو هنوز درس ندادم، فعلا حالا تمرکزمون روی یه چیز دیگه است. آقا میگه که جمله اول رو بیایید با هم دیگه کار کنیم. مجموع تعدادی داده 12، میانگین 4. خب بچه تعدادش چند بوده؟ ببینید میانگین میشه مجموع به روی تعداد. خب بچه برای اینکه میانگین 4 بشه تو باید 12 رو تقسیم بر 3 کنی دیگه. 12 تقسیم بر 3 میشه 4. خب پس مجموع 12، تعداد 3 تاست، میانگین هم که 4. خب حالا بچه ها میگه برای آنکه میانگین 6 بشه، تعدادم که خب طبیعتا تغییر نمیکنه دیگه. تعداد که نمیتونی عوض. تعدادم البته برای اینکه میانگین 6 بشه چه عددی باید اضافه بشه؟ خب میانگین قراره 6 بشه، یه عددی قراره اضافه بشه. خب تعداد میشه 4 تا. خب مجموع بچه ها اینجا چی میشه؟ خب وقتی این 4 تا باشه، این 6 تا، تعداد ضرب در میانگین میشه مجموع، میشه 24. خب
پس بچه ها مجموع 12 بوده، حالا شده 24. چه عددی اینجا اضافه شده؟ 12 تا اینجا اضافه شده که میشه گزینه 1. اینجا 12 تا اینجا اضافه شده. خب پس بچه ها من یه بار دیگه به توضیح میدم، سوالش خیلی راحت بودا. ببین میگه ما مجموع یه تعدادی عدد 12، میانگینش هم که 4. خب 12 به روی 3 میشه 4. اینو ما میدونیم. حالا میگه که اگر بخوای میانگین 6 بشه چه عددی باید اضافه کنیم؟ خب من وقتی یه عددی اضافه میکنم خب تعداد یه دونه بیشتر میشه. شما الان مثلا 3 نفری، خب یه عددی بهتون اضافه بشه تعداد میشه 4 تا. چون اینجا میگه برای آنکه میانگین 6 شود چه عددی باید اضافه کنیم. خب من تعداد اینا میشه 4 تا، میانگینم که 6ه. 4 6 تا 24 تا. برای اینکه مجموع از 12 بشه 24، 12 تا باید بشه اضافه بشه که بشه 24. این شکلی میشه. بچه من یه سوال دیگه ازت بپرسم، گوش کن. بچه ها من یه سوال بذار اینجا بنویسم، همینجا می‌نویسم، اینو شما حل کنید. میانگین 5 عدد برابر 10 هست، چه عددی اضافه کنیم تا میانگین 9 شود؟ اینو حل کنید. میانگین 5 تا عدد برابر 10، چه عددی اضافه کنیم تا میانگین 9 شود؟ فکر کن. خب آقا مجموع میانگین تعداد. خب بچه ببینید میانگین 5 میانگین 5 عدد، خب تعداد 5 تاست، میانگین 10. بچه مجموعش هم میشه، ببین تا اینجا رو فعلا دقت کن، میانگین 10 تعداد 5، خب مجموع میشه 50. میانگین ضرب در تعداد میشه مجموع. خب حالا بچه ها وقتی که میخوای یه عددی اضافه کنی تعداد چند تا میشه؟ وقتی میخوای یه عددی اضافه کنی تعداد میشه 6 تا. وقتی میخوای یه عددی اضافه کنی خب یه دونه به تعداد اضافه میشه. میانگین قراره بشه 9، مجموع ایناش هم میشه 6 9 تا 54 تا. خب بچه چه عددی باید اضافه کنی؟ 4 باید اضافه کنی برای اینکه 5 بشه 54. عدد 4 باید اضافه شود. این شکلی. آقا از 100% چند درصد تا اینجا کار یاد گرفتی؟ یا آمار بدید ببینم. از 100% چند درصد؟ بدو سریع همه کلاس. بچه ها پس یک بار، بچه ها همه فهمیدن، یه بار دیگه بذار توضیح بدم اینو خیالم راحت بشه. ببین میگه میانگین 5 داده 10، میانگین ضرب در تعداد میشه مجموع. خب میگه چه عددی اضافه کنیم؟ خب تعداد یه دونه اضافه میشه که میانگین میشه 9، 6 9 تا 54 تا. خب چه عددی باید اضافه کنیم؟ خب باید 4 تا اضافه کنیم. وقتی مجموع شده این یعنی باید 4 تا اضافه کنیم. بچه تا اینجا رو قشنگ فهمیدید؟ جدی؟ آره؟ فهمید چطوری شد؟ بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی هم خوب.
یه سوالی میخواستم ازتون بپرسم بچه‌ها، اینم حل کنید. بذار من یه دونه مثال دیگه از اینا حل کنم که دیگه حالا بقیه‌اش بزنم زنگ بعدی. بچه‌ها اینو حل کنید. این چیزی که می‌نویسم مجموع 7 داده آماری برابر 70 است اگر عدد اگر عدد 18 را اضافه کنیم میانگین جدید کدام است؟ میانگین جدید کدام است؟ اینا حل کن بعد استراحت میدم. بدو. اگر عدد 18 را اضافه کنیم میانگین جدید کدام است؟ خب ما این مدل سوالات رو بچه اینجوری می‌نویسیم. میگیم ما یه مجموع داریم، یه میانگین داریم، یه تعداد داریم. خب میگه میانگین 70 مجموع 70 خب میانگینش هم که میشه 10. مجموع تقسیم بر تعداد میشه میانگین. حالا میگه اگر عدد 18 رو اضافه کنم. خب بچه عدد 18 رو اضافه کنم تعدادش میشه 8 تا، به این 18 تا اضافه کنیم میشه 88 تا. خب بچه اگر اینو تقسیم بر این کنیم میانگین چند میشه؟ اینو اگر تقسیم بر این کنیم میانگین میشه 11. میشه جواب. این مدل رو یاد گرفتی که مثلا یه عددی اضافه میکنه اینجوری؟ آقا یه بار دیگه من بگم میخوام استراحت بدم. یه بار دیگه از 100% چند درصد میدونم سوال رو مخیه گفتید ولی میپرسم دیگه. این تیکه کلاسم این شکلیه. از 100% بچه یاد گرفتید میانگین چیه قشنگ؟ آره خیالم راحت بشه، با خیال راحت برم استراحت. من جدی بچه خدایی خیلی واسم این مهمه، یعنی که دانش آموزه دیگه تمام سعیم اینه که بفهمید دیگه. به خدا یاد گرفتیم. برو کرمی، من آزمون نیستم، نمیشه بندازی عقب. حالا بذار بریم چی میشه. زنگ بعدی بیام. بچه ها تا 1 رو دیگه فعلا خدا نگهدار، خسته نباشید.